همدیاران عزیز یک میوه دیگر دیدم چلون میگن این در دوشنبه نیست در بخارا دیدگی بودم درونی مقبره بهاءالدین بالگردونبه این چلون بوده است کنی این رو میخورن اخو ها عجایب شیرینه اینا ببینید چقدر بسیار بستگی نه نکای اینو کسل کرده کمترک گذراندگی کنی یک این خودش این ساختش هم میخواه میشه نه کریمی یکا کرم خورده است نگاه نکردن کرم خورده است من با دیگرش من یکی بسیار با مزه بوده است این عجایب شیرینی چیست بسیار شیرینی با مزه بوده است این برای کسلی های قند دوای بهترین اینش توزه بوده است اینش توزه از میخوریم میبینیم اما این میگود که همین نهادش هست میگود میتی هم میگود چند چیزی بودشتن همدیاران عزیز این اگر در خونه هاتون کنید که من در رحمت میگویتون همه تون این چلون در خونه تون سبدونیتون اگر محاض اینا میهولش رو بویفتنم در کار میگود دورمانه که نمیدونم اکن راست میگود دروغ میگد اینا بسیارش بسم الله شما باور کردن در کار نیست اینو بینید چلونه بهترینش بوده است نکی باور کنید چون با مزه که از سیب هم با رنگ سیب نکی از سیب با مزه این به نهایت دونه داشته باشد نه بله دونه دارد لیکن شیرین با مزه چی گویم شما اما راحت درجه اولیش میکنید همین خورید و چه گپ زنم گپ نیست خلاصه گپ مزه این با مزه چلون با حرکت میکنم از این هولوبام نرخش رو ارزان تر کنم نمیدانم چند پول میگوید برای که این چیزی همچنی با مزه خواهی کنی نرخش رو نکنم در اعلان گپ میزنم ها هم دوران عزیز این چلون درخواست کنید میبرم